درود و وقت بخیر خدمت دوستان. آقا امروز میخوام واسهتون آموزش لبگیری شیشه دودی رو بذارم. اول از همه شروع میکنیم مراحل تمیز کردن نسل. گفتم اینم شما بالاخره ببینید نظر بدید. اول از همه باید شیشه رو کامل با تیغ تمیز کنیم. دوباره آب، این گوشه ها رو وقتی شما ژله میکشی آب میمونه، باید با این کارتک هم تمیز میشه، هم کارتون تمیزتر در میاد. این برام نام کنید. خب شیشه تمیز شد، میدیمش بالا. این شیشه برچسب باشه، حتما باید یه دونه از تیغ کامل بخوره. خب برچسب ما از قبل برش دادیم، فشارش هم زدیم، الان فقط آماده نصب. مرحله باز کردن برچسب و چسبوندنش داخل و باید خیلی سریع و دقیق انجام بدید که گرد و خاک نره زیرش. کلا 500 ثانیه هم نشد. گوشه های کارفیکس دستی بالا. حالا ژله‌ای آقا، این که بعضیا برمیدارن اینجا رو سلفون میزنن و چسب 5 سانتی میزنن و آقا به خدا به این حرفا نی، همش به تجربه است. اونی که نکته بین باشه با این حرکت میفهمه من چیکار کردم و چرا دون نمیزنه. خب گوشه های کارم میگیریم. دوربینم اونوری میکنم موقع لبگیری قشنگ آبو کامل باید خارج کنم. خب آبو که خالی کردیم، من دوربینه یه لحظه اینوری کنم. همونطوری که میبینید لبه داره. خب نکنید تیغو تو زاویه 90 درجه فوکوسش کنم. طرف برمیداره از بیرون میزنه. آقا اصلا به این حرفا نی واقعا. اون همچی دو دست، هم چپ هم راست. این مدت که تمرین کنی اینا کن. این شست خیلی مهمه پشتی، همین سادگی و راحتی. این تیکه لبه بود درش آوردیم. اینمون همینطوری که میبینید لبه که حالا یه ذره خیسه، باید یه سشوار بزن. خلاصه که میخوام آخرش هم بهتون نشون بدم ببینید بدون دون یعنی چی. ما تو 4 دقیقه شیشه رو نصب کردیم. میریم سشوار و سشوار بازی، لبه کار سشوار میگیریم. شیشه رو تمام
میری بالا. این از این یه آب دوباره مجدد، یه ژله ایدری رو مشتی میکشی. یه دستمال. خب بریم نتیجه کارم باهاتون هم دیگه ببینیم. بدون یه دونه خال، بدون اینکه حتی هوایی داشته باشه. چراغ هم خاموش کنم، الان بعضیا میگن